ایام جوانی شیرین‌ترین، قیمت‌ترین، بهترین، ارزشمندترین و مهمترین دوره زندگی است. امروز داره ما مهمان از چین و امریکا آلمان. خوش آمدی ولی جان، یک قرصک از دل و جان. تو بلب خنده مستانه بر زلفی کجوشانه گیردی گلو مرجان زدی شدم دیوانه شدم دیوانه. مهمانی ما از کشور ایران. مردمی که با هم میخندند هرگز با هم نمی جنگند. Я люблю Ош. Сампуса, Манту. Это вкусно. Это все вкусно. Мне тоже нравится да, Ош. شده چنده که ز سودای تو غمگینم دلبر شیرینم. هوای تیریزه پوشت بیرون خنک است. میگه چی من تیریزه پوشم بیرون گرم میشد. تیریزاتون پوشین بیرون خنک است. بارون هم سخت شد. لیکن ما در آغاز برنامه قید کردیم که در حالت بارون سخت شدن ما امکان داریم که بالای اتوبوس رو محکم کنیم. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. Я люблю Душанбе. Это красивый город. Да, здесь много парки, в парке много цветов. Здесь очень красивый город. И вкусное блюдо. یکی از سرودهای مشهور همه ما تا حالا گوش میکنیم. یک کمک دیگه کنم آسان میشود. یک کف میزنیم برای شهرزاد دوران. چی سود از زر حالا یاری زرافشانی جوانی رفت چی هست از لال ای شوخی بدخشانی جوانی رفت. سیاحان دنیجون از کشور امریکا برابر شهرت سعی نکرد تکرار میکنن سرود خواندن ما رو با چشم کم نبین. حاضر من و زنم دانشجویم در دانشگاه ملی تاجیکستان. زبان تاجیکی یاد میگیرم. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. هر نفر این سرود اگر گوش کند به اختیار محبتی وطن در دلش جوش میزنند. تو امروز این سرود زنده هست و در کجایی که میرم میگن تاجیکستان همه دنیای منی. او اتوبوس‌های پیشتر این خیلی نبود که دو آشیانه داشته باشه همه بغنجه. فقط کمپیر و موسفیدا درست جا میرسید و جوانا هم راست میسودن. بهاری سبز و باغ و بوستان است، دیداری گرمی یار و دوستان است. شهری عزیزی ما گلستان است، دوشنبه قلبی تاجیکستان است. شهری عزیزی ما گلستان است، دوشنبه قلبی تاجیکستان است.